ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن ناحیه دنقره که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی سود شده است و نابالغ 16 ساله ساکن شهر دوشنبه که هم پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. گمان بر شوندگان نیمه شب 26 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 02:00 دقیقه هنگام در کوچه گپرزیم شهر دوشنبه قرار داشتنشان به یگان اساس با جوان 25 ساله ساکن شهر ایسار جنگ و جنجال کرده با طریق مجبوری از جیبش 1200 سومونی پول نقد را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد و شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 34 ساله ساکن ناحیه واسه مراجعت نموده است که صحنه 4 فوریه سال 2024 هنگام در نزد سابق بازار سلطان کبیر قرار داشتنش مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او $40,000 امریکایی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.